ذهن تو دوستت نیست. اون سعی نمیکنه که به تو کمک کنه، بلکه با ترس و ساکن نگه داشتنت سعی میکنه ازت محافظت کنه و به همین خاطره که تو برای انجام کارهای سخت کلی باید تلاش کنی. چون هر دفعه که تلاش میکنی این ذهن خودته که داره باهات میجنگه. اما امروز این جنگ تمام میشه. من بهت نشون میدم که چطوری افزار ذهنتو به دست بگیری و کاری کنی که اون مطیع تو بشه. قدم اول، ساخته شده تا تو رو بشکنه. ذهن تو به اهدافت اهمیتی نمیده. اون فقط یک چیز واسش مهمه، این که تو رو زنده نگه داره. واسه همینه که بهت میگه امروز باشگاه نرو، استراحت کن، فقط یک اسکرول دیگه، فردا انجامش میدی. اون دنبال ساده ترین راهو میگرده تا تو رو امن نگه داره. اما راه ساده جنگجو نمیسازه، راه ساده تماشاگر میسازه، مصرف کننده میسازه، آدمایی رو میسازه که رویا دارن اما هیچ وقت اقدامی نمی کنند. و هر چقدر بیشتر به صدای ذهنت گوش بدی، بیشتر برده اون میشی. قدم دوم، به رنجت معنا بده. راهش توی فرار کردن از رنجت نیست، باید اون رو دوباره معنی کنی. اکثر آدما فکر میکنن درد و رنجشون دشمن اونهاست. اشتباهه. رنج هزینه ایه که باید برای رشد، قدرت و دانش بپردازی. میخوای این لوپ رو بشکنی؟ هر زمان که اون صدا بهت گفت حال انجام دادن این کار رو ندارم، تو جواب میدی خوبه، این یعنی که باید انجامش بدم. رنج تبدیل به اهرمی برای حرکت تو میشه، نه نگرانی، و تو شروع به خارج شدن از منطقه امنت میکنی. قدم سوم، قانون 3 ثانیه. هر زمان که شک و تردید میکنی ذهن تو برنده میشه. به همین دلیله که تو 3 ثانیه وقت داری، یا عمل میکنی یا هرگز کاری نمیکنی. اینطور کار میکنه که از خواب بیدار میشی اما حالشو نداری تکون بخوری. 3 2 1 بلند شو. میخوای ورزشی رو انجام بدی اما حوصله نداری. 3 2 1 شروع کن. بدون فکر اضافه فقط حرکت کن، چون حرکت کردنه که قاتل فکر کردنهای بیش از حده. قدم چهارم، هر روزی اهمیت داره. تو نیاز به یک روتین طولانی نداری. تو نیاز داری که هر روز خودت رو در یک موقعیت ناراحت کننده برای ذهنت قرار بدی، مثل یک دوش آب سرد، ورزش تا ناتوانی، نیم ساعت کار عمیق، بیدار شدن صبح زود. کارهای کوچیکی که وقتی تداوم داشته باشن میتونن اثر بزرگی بذارن. هر کدوم از این کارا به ذهنت میفهمونه تو اونو کنترل میکنی. هدف تو این نیست که آمادگی کامل داشته باشی. هدف تو اینه که کاری کنی تا ذهنت ساکت بشه و دنبالت بیاد. قدم پنجم، فقط انجام بده. اکثر آدما صبر میکنن و منتظر زمان مناسب میمونن، اما بعضیام هستن که فقط عمل میکنن. اونا خودشون تصمیم میگیرن که کی هستن و شبیه اون عمل میکنن. به خودت بگو تو تنبل نیستی، فقط داشتی از درد دوری میکردی، اما این امروز تموم میشه. و برو یک کار سخت بکن و فردا تکرارش کن. هدف اصلی این نیست که کارتو تکمیل کنی، هدف اینه که تبدیل به کسی بشی زیر فشار قوی تر میشه. تو به اندازه کافی از ذهنت پیروی کردی. این نسخه تو امروز میمیره. از الان به بعد تو کارهای سخت رو انجام میدی.